بریم با هم طرز تهیه درست کردن ماهی دودی شور رو بهتون بگم. یه ماهی دودی سفید دودی رو من انتخاب کردم از یه قابلمه کوچیک که نخواهیم برای کار دیگه استفاده کنیم رو میذاریم برای پخت این ماهی دودیمون یا ماهی سفید شورمون. فرقی نمیکنه. قابلمه رو تا نصف آب سرد میریزیم، بعد از یه قابلمه خیلی کوچیکتر استفاده میکنیم یا یه کاسه چینی و یه تیکه از ماهی رو میذاریم داخلش و همجوری که میبینید میذاریم روی اجاق و درش رو تقریبا نیمه باز میذاریم، با حرارت ملایم میذاریم بپزه. این کار باعث میشه که آب درون اون قابلمه که ماهی هست جمع نشه. حدودا 30 دقیقه تا 40 دقیقه این ماهی پختش طول میکشه. اواسط پخت یک بار ماهی رو زیر رو میکنیم. بعد از اینکه پخت از قابلمه در میاریم و پوستش به راحتی جدا میشه و به شکل فیله در میاد. تیغ وسطش رو میگیریم که فقط دیگه این گوشت ماهی میمونه. این یه روش پخت هستش که دارم خدمتتون میگم. همونجوری که میبینید ماهی پخته و به این شکل فیله شده در میاد. میتونیم این رو به همین شکل استفاده کنیم کنار غذاهای محلی مثل باقالی قاتق، میرزا قاسمی، ترش تره و غیره. برای 3 تا 4 نفر این حجم ماهی کافی هست، یا ممکنه این رو به شکل سرخ شده استفاده کنیم. روش دوم به این شکل هستش که شما برنج رو به شکل کته یا آبکش درست میکنیم. وقتی برنجتون فرم گرفت، یعنی به قوام اومد، بعدش این رو میذاریم روی سطح برنج و در قابلمه رو که بذاریم با بخار برنج اون ماهی پخته میشه. یه بار هم زیر روش میکنیم، یه مقدار آب هم تو نلبکی جمع میشه. منتها نکته‌ای که داره اینه که وقتی شما به ماهی رو روی بخار برنج درست میکنید، یه مقدار برنجتون بوی ماهی میگیره که بعضیا دوست ندارن. مثلا من دخترم دوست نداره، میگه ماما این مدلی درست نکن، من برنج بوی ماهی میگیره خوشم نمیاد. به خاطر همین ما از اون روش قابلمه استفاده میکنیم. اما تا جایی که من میدونم عموم مردم بیشتر روی بخار برنج یه تیکه ماهی رو میذارن و آماده. با کمی روغن زردچوبه با حرارت ملایم میتونید تفت بدین، لذیذتر میشه. ما داریم با میرزا قاسمی میخوریم. جاتون خالی.